سلام، با یکی دیگر از ویدیوهای تک تیوی با من احمدضیا یوسفی خوش آمدید. آغاز سال 2020 است و ما می‌خواهیم که چند اختراع جالبی که در سال 2019 با وجود آمدن را برای شما معرفی بکنیم. جراحی مجازی فرصت خوبی برای دکتران کم تجربه. تشک هوشمند که کمک می‌کند راحت‌تر خواب بکنید. تولید دستگاه برای تسکین درد و ساخت عصای هوشمند برای نابینایان. یکی از فناوری‌های بسیار جالب این روزها فناوری ورچوال ریالیتی یا حقیقت مجازی است. از حقیقت مجازی در بخش‌های مختلف استفاده میشه، مثلا در بخش آموزش به خاطر پیلوت‌ها، به خاطر راننده‌ها و حتی به خاطر جراح‌ها. یک استارتاپ به نام اوسو وی آر آمده یک اتاق عملیات مجازی را به خاطر جراحا ساخته. جاستین بارات که بنیانگذار از این استارتاپ است میگه که اکثر از پزشکان تازه کار که تازه از دانشگاه فارغ میشن 4 سال 5 سال در دانشگاه درس‌های پزشکی را آموختن، اما در یک فضای حقیقی عملیات ها را تجربه نکرده. وقتی اینا از دانشگاه فارغ میشن و در عملیات ها شرکت میکنن، معمولا اینا کارشان مشکل ساز میشه و همین خاطر یک فضای حقیقت مجازی را برای این رقم پزشکا ساختن تا نخست عملیات ها را در یک فضای مجازی تجربه بکنن و بعد از او آهسته آهسته برن به طرف عملیات های حقیقی. هم ما میدونیم که داشتن خواب راحت چقدر به خاطر سلامت جسم، روان و اعصاب مهم است و به خاطر داشتن خواب راحت اما فضایی که ما خواب میکنیم و از توشک استفاده میکنیم بسیار زیاد نقش و سزایی داره. یک استارتاپ به نام پاد یک توشک هوشمند را ساخته و که در داخل از این توشک از کانال های باریک آب کار گرفته شده. در جریان شب این توشک میزان درجه حرارت خود را نظر به فضا تغییر میده و در کنار از او بعضی از مسائل مثل ضربان قلب، تنفس و مسائل دیگر را اندازه‌گیری میکنه تا بتونه به کاربر مفید واقع شود. دردهای سینوس ها یکی از دردهای شایع میان مردم است و اکثر از کسایی که به این دردها سردچار میشن از روش درمانی که به خاطر از این دردها وجود داره راضی نیستن. یک استارتاپ به نام کلیر اپ یک دستگاهی را ساخته که شما میتونید 5 دقیقه در اطراف چشم خود قرار بدین و این امو اعصاب هایی که متصل به سینوس ها هست اونا را آرام میسازه و کم کم سبب درمان امی مریضی میشه و قیمت از این دستگاه هم $149 اعلام شده. چند سال قبل یک شخص نابینای به نام کورسات سیلان در یکی از جاده ها قدم میزد و میخواست که راه خود را پیدا بکنه و به خاطر از این کار از یک اپلیکیشن مسیریاب استفاده میکرد. اپلیکیشن های مسیریابی را اگر شما دیده باشین معمولا مثال بر شما میگه که به طرف راست دور بخورین یا به طرف چپ دور بخورین تا مسیر خود را پیدا بکنین. در جریانی که قدم میزد با یک جسم تکر میکنه و قسمت پیشانی از این دچار شکستگی میشه. این مشکل سبب میشه تا این نابینا بالای توسعه یک عصای هوشمند به نام ویبال کار بکنه. عصای هوشمند اشیایی که بالاتر از قسمت قفس سینه وجود داشته باشه اینا رو شناسایی میکنه و به شخص نابینا هشدار میده تا شخص نابینا با اینا حادثه نکنه یا تکر نکنه. و در کنار از در داخل خود از این عصا یک از اپلیکیشن مسیریابی گوگل مپ کار گرفته شده، یعنی وقتی که یک نابینا از استفاده میکنه دیگه نیاز نیست که تلفن هوشمند خود را با خود ببره و از اپلیکیشن های مسیریابی استفاده کنه، یعنی دو کار همزمان انجام میده و قیمت از این دستگاه هم $499 اعلام شده است. تشکر از اینکه تا این دم با ما بودید. ویدیوهای ما را لایک بکنین و با دوستانتان شریک بسازین. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.